مرد باید حجاب داشته باشه، سنگین باشه، یقه باز نباشه. دگمه وا کردن یعنی چی؟ اگه دگمه قرار بود وا کنی که خیاطه، بله؟ پس برای چی گذاشتی دگمه را؟ نه مثل آخون تشا ببند که نتونی نفس بکشی، نه تو نافت وا کن. دیگه دارم میگم دیگه، نه تون برو، بله؟ نکن برو. آیا یقه وا کردن یعنی چه؟ هر کی یقه وا میکنه میخواد بگه ما لاتی. آره ما لاتی به یقه وا کردنه، لاتی به کفش قیصری پوشیدنه، لاتی به زنجیر تابوندنه. اینا میگی لاتی؟ اشتباه شنیدی، اینا لاتی نیست، اینا لختیگیه. فرق هست بین لات و لختی. لختی یعنی کسی که لباس تربیت نداره. لات و پیر مرده میدونن یعنی چه. این لات ها کیا بودن؟ لات ها اونایی بودن که تو محله میگشتن، اگه یکی میومد ناموس محله رو ببینه با چاقو چشاشو میکشتن. لات ما دیگه نداریم، ما همش لختی داریم، بی غیرت داریم، لات نداریم. لات کسیه که بره 4 تا جوون دیگر 4 تا محله رو جمع کنه بیاد دختر همسایه رو با هم بچنن. این لاته؟ این لات نیست. لات ها مردن، لات ها مرد بودن. لات ها هر غلطی میکردن بیرون محله میکردن. لات ها وقتی تو محله بدن یقاش نمیبستن. لات ها به ناموس محل آبچی میگفتن. لات ها قدیم که شماره تلفن در خونه همسایه مینداختن. لات ها قدیم که دنبال دختر همسایه میافتادن. کی لات ها اینجی بودن؟ آقا به خدا من نه لات بودم نه بابام لات بوده نه جد آبادم که بخوام دفاع کنم، اما تو این مملکت داره لاتی هم زیر سوال میره. به لات هم داره توهین میشه، بگه هر کی یقه میکنه لاته. لختی یعنی را. لات ها قدیم اگر دعواشون میشد سر ناموس محل، چاقوی کشون میکشید تا پیرمرد محل میومد میگفت به این ریشا قلاف کن چاقو تو، میگفت به ریش مبارکت چشم. حرمت برای پیرمرد قائل بودن. حالا لختیامون حرمت برای پیرمرد قائلن؟ حالا دیگه کسی برای ریش سفید ارزش قائله تو جامعه ما؟ برو تو اتوبوس واحده وایسه ببین یه پیرمرد وسط واحد وایساده، یه مرد نیست جاشو به او بده. همه سرها به طرف پنجره که نبینن، که بلند نشن. کجا قاطی کردی؟ توجه کردی؟ لوتی صفت باش، مرد باش، کینه ای نباش، حسود نباش. اونا اینجوری بودن، تاشتی میکردن حرف تمام میشد دیگه. توجه کردی؟ تا یکی یه جمله بهشون میگفت این جمله رو میگرفتن. الان من با جوان میام 2 ساعت حرف میزنم بعد نمکار خودشو میکنم، بعدم ادعا میکنم ما لاتی. تو لاتی؟ لاتا قدیم یک کلمه هر عالم شهر بهش میزد میگفت چشم نوکرتم، مثل طیب. عین طیبی که تهرونی ها لاتاشون میگن آقا ما نوچا طیبیم. طیب مرد بود به خدا، مرد بود طیب. شابش گفت من آزادت میکنم، حکم اعدامش داده بودن به خاطر که طرفدار از امام کرده بود. گفت برو خجالت بکش، من عمرمو کردم، من روز قیامت میخوام جلو جدش ابی عبدالله شرمنده نشم. سید اولاد زهرا رو اگه دست برش بلند کنید با من و لات طرفید. او لات بود. وقتی هم اعدامش کردن تمام حوزه علمیات تعطیل شد. آیت الله بروجردی و تمام مراجع رفتن تشییع جنازه یه لات مثل دیگه. او لات بود. اما نه این لاتی که تو ذهن من و شما سا. من اسمشو میذارم لوتی صفتی، اسمشو میذارم مردونگی.
متاسفانه تا میگیم لات مردم یه جور دیگه فکر میکنن. طیب مرد بود، داداشش بهش گفت ببریم نجف، گفت نوکرتم. برای داداش بزرگتریش احترام قائل بود، اما حالا لختیامون چاقو برای داداشیاشون میکشه. بعدم ریششو میزنه باید دکمه ها رو مواب بکنه. ببند دکمه تو بچه پوکلی. ببند دکمه تو دکمه با میکنی. طیبی که همه براش دنگ بند میکردن، همه میترسن از طیب، اما طیب به حرمت برادر بزرگتر هرچی میگفت چشم. گویم نجف، گفت چشم نوکرید. رفت نجف، اومد بره تو حرم، داداشه دست داشت تو سینه طیب. بسیدم و این چیه؟ این حرم علیه. این چیه؟ این ذریح مولاست. میشناسیش؟ ما بشناسیم. علی رو خدا میشناسه، به رسول خدا. میدونی این چیه؟ بله همون کسیه که میگم یا علی و افتخار میکنم به نوکری. گفت به این علی قسم نمیذارم تو حرم بریم. پس ما اینجا مورد چیکار؟ گفت به شرطی میذارم تو حرم بری که دست از خیلی کارا که علی دوست نداره برداری. گفت داداش به علی قول دادن بچگی نیست. به علی آدم قول میده باید مرد بشه دیگه. گفت قولی مردونه به علی بده، این تو با اونم علی. گفت میذاری من برم یه گوشه با مولا حرف بزنم. اومد یه گوشه صورتش گذاشت رو خاکا. گفت علی جان با اون زبون قشنگ لاتش، گفت علی جون نوکرت، با آدم بزرگ آدم وقتی حرف میزنه حرف زیاد نباید بزنه. بزرگتر از تو هم نیست آجون. یه جمله میخوام بهت بگم و یا علی. چی میخوای بگی؟ گفت علی جون طیبه تهرونی هم طیب نجفی. این کسره طیب و فتحش کن، چون طیب بولاتی میره اما طیب بو پاکی. گریاشون کردن چسبید زری علی و کارتموش. اومد تهرون، لات لختیان نوچاش گفتن طیب شراب ناب داریم. گفت برید خجالت بکشید، من به مولا قول دادم دیگه دور همه این کارا رو چیه؟ خط بکشم. و خط کشید و وایساد باش و خط کشید. اما حالا آقا میاد تو روزه، تو مصیبت همه گریه میکنن، جوون عزیزمون هم گریه میکنن. همشون اینجوری نیستن اما خودی جوانم دارن، بعضی اینجوری هن دیگه. تو گریه میگه حسین جون توبه کردم، نمازمو میخونم دیگه، چشم پاکه. قول به امام حسین میده از روزه که میره بیرون دوباره یادش میره این که مردونگی نیست. مرد حرف که میزنیم این سپاش